شیشه بازی گفتم ملاحظه کن ولش کن. من شخصیتشو میشناسم، ولی ما مجبوریم ملاحظه کنیم. یه وقت دیگه باشه شیشه بازی، یه وقت دیگه باشه داداش. دمت گرم. مرسی. چقدر گوه میخوری نصف شبیه هفته شدی. پایان زمان صحبت این دور. آغاز زمان رأیگیری. دیگه وقت رأیگیری تمومه. دولت پیشنهادی رأی آورد و میریم برای قانونگذاری. آغاز زمان شور و مشورت. صدر اعظم داره برای تصویب یکی از دو قانونی که دیده تصمیم میگیره. یه قانون لیبرال تصویب شد. زمان شور و مشورت شروع شد. از رئیس جمهور و صدر اعظم در مورد کارت هایی که دیدین بپرسین و در مورد قانونی که تصویب شده صحبت کنین. دست من 2 لیو داد. دست من 2 لیو داد. بریم همینو درسته. بریم همینو درسته. پایان زمان صحبت این دور. رئیس جمهور بعدی انتخاب شد. رئیس جمهور لطفاً صدر اعظم انتخابیش رو به من معرفی کنه. ببین شارا بازی یادت باشه من به دولتت آری دادم، حتی با وجود اینکه دولتت رد شد. ببین 2 بازی دیگه بیا فاش کشیدی برامون اون وسط دیگه، هی برای من تعیین تکلیف نکن. یه فاش کشیدی برای من تعیین تکلیف نکن. خب چه جوری میشه تو 3 فاش داشته باشی 3 هم 3 فاش داشته باشه 4 و 5 فاش باشن ها؟ یه دونه یارمون باید بین شما باشه یا نه؟ خب پس تو فاش کلا حوصله داری برای تو فکت بیارم آقا نوبس. فرصت شور و مشورت تموم شد. خیلی ممنونم. آغاز زمان رأیگیری. زمان رأیگیری تموم شد. متشکرم. دولت پیشنهادی رأی آورد و میریم برای قانونگذاری. آغاز زمان شور و مشورت. صدر اعظم داره برای تصویب یکی از دو قانونی که دیده تصمیم میگیره. یه قانون لیبرال تصویب شد. زمان شور و مشورت شروع شد. از رئیس جمهور و صدر اعظم در مورد کارت هایی که دیدین بپرسین و در مورد قانونی که تصویب شده صحبت کنین. 2 لیو یه فاش.
تمامه. 1 5 6 هم دیگه رو پیدا کردن. 1 5 6 هم دیگه رو پیدا کردن. شیشه که قطعی لیبه به نظرم. شیشه که قطعی لیبه. پنجره من میگم حالا لیب. پایان زمان صحبت این دور. رئیس جمهور جدید مشخص شد. رئیس جمهور لطفاً صدر اعظم انتخابیش رو به من معرفی کنه. ببین باشه آقا 3 و 5 فاشن دیگه. تو بذار چاله بشینه. چاله یا با من یا با شیشه بشینه. اینو واسه خیر بدین. آره اینو واسه خیر بدین. متوجه شدم. باشه دیگه، تو به من میگی فاش، من که دولت نگرفتم، درسته؟ منم دولت بین همونایی که گرفتن در از منم دیسیشم برسه به 5 هدفه. زمان شور و مشورت به پایان رسید. رأیگیری برای تشکیل دولت. وقت رأیگیری به اتمام رسید. دولت پیشنهادی رأی کافی نیاورد و رئیس جمهور به نفر بعد منتقل میشه. رئیس جمهور بعدی انتخاب شد. رئیس جمهور لطفاً صدر اعظم انتخابیش رو به من معرفی کنه. آقای بنجی من دارم حرفای شماره 2 رو میگم دیگه. خب الان شد 4 و 5 دیگه. الان شد 4 و 5 دیگه. درسته 2 بازی. تو بذار کار منو 6 کارمونو بکنیم. خوبه؟ دولت تو 3 خیر بخوره. درسته؟ درست. ممنونم. فرصت شور و مشورت به پایان رسید. رأیگیری برای تشکیل دولت. زمان رأیگیری تمام شد. متشکرم. دولت پیشنهادی رأی کافی نیاورد و رئیس جمهور به نفر بعد منتقل میشه. رئیس جمهور بعدی انتخاب شد. رئیس جمهور لطفاً صدر اعظم انتخابیش رو به من معرفی کنه.
ببین پنج بازی چت ها رو میخونی داره مینویسه سه و پنج واشن. میگم خب آقا مگه نمیگی چیز؟ بذار دولت دو سه خیر بخوره. یه بار میگه چهار و پنج. چت ها رو میخونی؟ من این حرفای من نیستش که، حرفای دو است. ما مجبوریم با دو کجان مریض رفتار کنیم. ممنونم. فرصت شور و مشورت تموم شد. خیلی ممنونم. میریم برای رأی گیری. وقت رأی گیری به اتمام رسید. دولت پیشنهادی رأی آورد و میریم برای قانونگذاری. آغاز زمان شور و مشورت. صدر اعظم داره برای تصویب یکی از دو قانونی که دیده تصمیم میگیره. از این به بعد اگر دولتی که هیتلر صدر اعظمش رأی بیاره، فاشیست ها برنده میشن. ببین دوست عزیز، طرف خب چیتره، نمیتونیم باش لج کنیم که. اوکی این بازی برای من مهمه، متوجهی؟ یوهو کلش داغ میکنه چیت میزنه، متوجهی؟ اینو بفهم. فرصت شور و مشورت تموم شد. خیلی ممنونم. رئیس جمهور جدید مشخص شد. رئیس جمهور لطفاً صدر اعظم انتخابیش رو به من معرفی کنه. نیتی چرا به دولت من خیر دادی؟ منو فاش داری؟ کارتو صفر باش. حالا فعلا این دولت رو آری بدین، ولی وجدانن اگر لیبی که احساس کنم لیب باشی، خب بین دو و سه ترای کن. اوکی بین دو و سه ترای کن. ممنونم. داداش من داشتم آشپزی. فرقی نمیکنه، دستم صفر باش دست دو صفر باش، فرقی نمیکنه. زمان شور و مشورت به پایان رسید. متوجه شدم. رأیگیری برای تشکیل دولت. زمان رأیگیری تمام شد. متشکرم. دولت پیشنهادی رأی آورد و میریم برای قانونگذاری. آغاز زمان شور و مشورت. متوجه شدم. صدر اعظم داره برای تصویب یکی از دو قانونی که دیده تصمیم میگیره. یه قانون فاشیستی تصویب شد. از این به بعد دولت‌ها قدرت وتو کردن قانونا رو دارن و صدر اعظم میتونه هیچ کدوم از قانونا رو تصویب نکنه و نشانگر رأیگیری یکی میره جلو.
متوجه شدم. من میگم حالا بین 2 و 3 بزن. شیشه بازی. ببین، عرضم به حضورت که تو یه محبت کن داداش. دیز شو تا 2 و 3 روزه، چون الان نمیدونیم رو کی بندازیم. خب من بندازم رو خودت. مهدی تو اگه لیپ باشی فقط باید دو رو بزنی. دوه فقط، چون من و تو رو با هم دیگه چین کرده، داره به من و تو میگه فاشه بازی دیگه، از اول بازی داره 4 و 5 فاشن، درسته؟ پس تو اگه منو لیپ داشته باشی باید دو رو بزنی، اگه خودت لیپ باشی داره به تو میگه فاش، تو باید دو رو بزنی. زمان صحبتتون تموم شد و این نوبت دیگه فرصت صحبت ندارید و فقط میتونید چت کنید. پایان زمان شور و مشورت. حالا رئیس جمهور یک نفر رو برای اعدام انتخاب میکنه و اگه کسی رو انتخاب نکنه خودش اعدام میشه. رئیس جمهور جدید مشخص شد. رئیس جمهور لطفاً صدر اعظم انتخابیش رو به من معرفی کنه. خب خیالم راحت شد، این رفت بیرون. داداش میفهمی من نمیتونستم باش درگیری رفضی پیدا کنم. متوجهی بنج بازی؟ من باید مؤدبانه میگم آقا من مجبور بودم برای اینکه این طرف چیتره باش کجدار مریض رفتار کنم. متوجهی؟ متوجه شدم. زمان شور و مشورت به پایان رسید. آغاز زمان رأیگیری. وقت رأیگیری به اتمام رسید. دولت پیشنهادی رأی کافی نیاورد و رئیس جمهور به نفر بعد منتقل میشه. رئیس جمهور بعدی انتخاب شد. رئیس جمهور لطفاً صدر اعظم انتخابیش رو به من معرفی کنه. بابا حفظ نخورید لیپ برده، تو اون سه تا دوتاش لیبه. من لیبم لیب نخوردم، دست پنجرم خودم دیدم سفاش بوده، تو اون سه تا دوتا لیبه. حالا اصلا همه رم خیر بدید داداش لیب میخواد. متشکرم. پایان زمان صحبت این دور.
آغاز زمان رأیگیری. وقت رأیگیری به اتمام رسید. دولت پیشنهادی رأی آورد و میریم برای قانونگذاری. فاشیستی تصویب شد و فاشیست ها برنده شدند.